معلم پای تخته داد میزد. صورتش از خشم گلگون بود و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود. ولی آخر کلاسی ها لواشک بین خود تقسیم می کردند. وان یکی در گوشه دیگر جوانان را ورق می زد. برای آنکه بی خود های و هو می کرد و با آن شور بی پایان تساوی های جبری را نشان می داد. با خطی ناخوانا به روی تخته‌ای که از ظلمتی تاریک غمگین بود تساوی را چنین بنوشت: 1:1 برابر است. از میان جمع شاگردان یکی برخاست: همیشه 1 نفر باید به پا خیزد. به آرامی سخن سر داد: تساوی اشتباهی فاحش و محض است. نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت و معلم مات بر جا ماند. و او پرسید: اگر یک فرد انسان واحد 1 بود، آیا 1:1 برابر بود؟ سکوت مدهشی بود و سؤالی سخت. معلم خشمگین فریاد زد: آری، برابر بود. و او با پوزخندی گفت: اگر یک فرد انسان واحد 1 بود، آنکه زور و ضرب دامن داشت بالا بود و آنکه قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود. اگر یک فرد انسان واحد 1 بود، آنکه صورت نقرگون چون قرص مه می داشت بالا بود وان سیه چرده که می نالید پایین بود. اگر یک فرد انسان واحد 1 بود، این تساوی زیر و رو می شد. حال می پرسم: 1 اگر با 1 برابر بود، نان و مال مفتخواران از کجا آماده می گردید؟ یا چه کس دیوار چین ها را بنا می کرد؟ 1 اگر با 1 برابر بود، پس که پشتش زیر بار فقر خم می گشت یا که زیر ضربه شلاق له می گشت؟ 1 اگر با 1 برابر بود، پس چه کس آزادگان را در قفس می کرد؟ معلم ناله آسا گفت: بچه ها در جزوه های خیش بنویسید 1:1 برابر نیست. زنده یاد خسرو گل سرخی.